بچه سلام. اومدیم با طرز تهیه کره گیاهی کانابیس یا همون شاهدونه. این تاپیایی که میبینید قراره به همراه این کره و این دوتا قابلمه به ما یه کره شاهدونه خوب رو بده. شروع میکنیم به گلا رو پودر کردن. قابلمه رو تا نصف آب میکنیم. قابلمه کوچیکمون رو روش قرار میدیم به صورتی که با ته قابلمه بزرگتر فاصله داشته باشه. حالا روی شعله کوچیک میذاریم، زیرشو کم میکنیم و اجازه میدیم که قابلمه بالایی گرم بشه. یه نکته ای که توی درست کردن این کره هستش اینه که THC تایپی هایی که پودر کردیم به خاطر اینکه اگر حرارت زیاد بهش بخوره از بین میره، باید روی قابلمه آب باشه. کرمون در حال آماده شدنه. زیرش رو نگاه میکنیم، آبش هم خوبه. تقریبا کرمون آماده است. 1 ساعتشو روی گاز بوده. اضافه میکنیم به مدت 2 ساعت روی گاز باشه. حواستون به آبش هم باشه تا به اون غلظت خودش برسه و به مرحله صاف کردن برسه. به مرحله آخر رسیدیم. کرمون دیگه آماده شده. فقط تنها کاری که باید بکنیم اینه که از یه صافی ردش بکنیم، صافی که خیلی ریز باشه. بذاریم یه ذره ته‌نشین بشه که موادمون وارد کرمون نشه. محتویات کره رو که از صافی رد کردیم تو لیوان ریختیم، ولی باز یه مقدار از توفاله های ماریجوانا توش هست. به خاطر همین یه بار دیگه از یه صافی دیگه ردش میکنیم. خب از یه قالب استفاده میکنیم. کره‌ای که تصویر کردیم و توی این قالبا میریزیم و بذاریمش توی یخچال تا آماده بشه.